السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کمی هم در مورد قاضی ابو یوسف صحبت کنم تا اون هم معرفی شود. ابو یوسف یعقوب فرزند ابراهیم انصاری، امام ذهبی در سیر علام النبلا میفرماید در زیر شماره 141 میفرماید قاضی ابو یوسف امام است، مجتهد است، علامه است، محدث است، قاضی القضات است. ابو یوسف یعقوب بن فرزند ابراهیم، فرزند حبیب بن حبیش، فرزند سعد بن بجیل، فرزند معاویه انصاری بعدن کوفی. یعنی سعد بن بجیل که جد اوست صحابی بوده. حالا میگه از همپیمانان انصار بوده و در جنگ خندق و غیر آن شرکت نموده. ابو یوسف در سال 13 هجری متولد شده. از هشام بن عروه و یحیی بن سعید انصاری و عطای بن سائب و یزید بن ابی زیاد و ابی اسحاق شیبانی و عبید الله بن عمر و اعمش و حجاج بن ارطاد و ابو حنیفه علم دریافت نموده و لزیمه و تفقه به. یعنی دیگه همیشه ابو حنیفه را ترک ننموده و نزد او علم فقه را یاد گرفته. و هو انبل تلامذته، یعنی شریفترین شاگردان ابو حنیفه ابو یوسف است و اعلمهم داناترینشون هست. و تخرج به ائمه، و زیر دست او پیشوایانی فارغ التحصیل شده اند مانند محمد ابن حسن شیبانی. یعنی محمد ابن حسن شیبانی هم شاگرد ابو یوسف بود که قبلا گفتیم، معلا ابن منصور و هلال رئی و ابن سماعه. و از او یحیی ابن معین علم دریافت کرده که گفتیم احمد ابن حنبل، علی ابن جعد، اسد ابن فرات، حماد ابن منیع، علی ابن مسلم توسی، عمرو ابن ابی عمرو حرانی، عمرو ناقد و تعداد بسیار زیاد دیگری. میگه در اصل پدرش فقیر بود و یک دکان ضعیفی داشت و ابو حنیفه مرتب امام ابو یوسف را یاری میداد، کمک میکرد. 100 درهم به او همیشه کمک میکرد. میفرماید من كنت اطلب العلم و انا مقل. میگه من علم را دریافت نمودم در حالی که من کم درآمد بودم، یعنی فقیر بودم. پدرم آمد گفت ای پسرم لا تمدن رجلك مع ابی حنیفه، یعنی پایت را نزد ابو حنیفه دراز نکن، تو محتاج هستی. میگه منم پدرم را یعنی اطاعت از پدرم کردم و ابو حنیفه 100 درهم به من داد و قال الزم الحلقه، و گفت دیگه مرتب در حلقه درس حاضر باش. فاذا نفذت هذه فاعلمني، هر وقت این 100 درهم تمام کردی دوباره بگو، خبر بده تا بیت بدم 100 دیگر. ثم بعد ایام اعطانی 100، میگه بعد از اون هم دوباره 100 درهم دیگر به من داد. بعدا میگه محمد ابن حسن میفرماید ابو یوسف مریض شد و ابو حنیفه او را عیادت کرد. هنگامی که خارج شد فرمود این یموت هذا الفتى فهو اعلم من علیها. گفت اگر این جوان بمیرد این عالمترین و داناترین شخصی است بر روی زمین. احمد ابن حنبل میفرماید اول ما كتبت الحديث اختلفت الى ابو یوسف، اولین باری که حدیث نوشتم من پیش ابو یوسف رفتم. و كان امیل الى المحدثین من ابی حنیفه و محمد. میگه ابو یوسف بیشتر به محدثین متمایل بود، یعنی از ابو حنیفه و محمد ابن حسن شیبانی بیشتر به اهل حدیث متمایل بود. ابراهیم ابن داود برنسی میگه من از ابن معین شنیدم میگفت ما رأيت في اصحاب الرأي اثبت في الحديث ولا احفظ ولا اصح رواية من ابي یوسف. میگه من کسی ندیدم در میان اهل رأی که در حدیث دقیقتر و حافظتر و صحیح روایتش صحیح در باشد از ابی یوسف. عباس از ابن معین روایت میکند ابو یوسف میگوید ابن معین گفته ابو یوسف صاحب حدیث و صاحب سنت. ابو یوسف
هم اهل حدیث است و هم اهل سنت است، یعنی صاحب سنت. وعن يحكى البرمكي قال قدم أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه وقد ملأ بفقه الخافقين. میگه ابو یوسف در ابتدا که آمد کمترین چیزی که در او بود فقه بود، اما مثل این که دنیا را پر کرد از علم فقه. احمد بن حنبل میفرماید کان ابو یوسف منصفا فی الحدیث. میگه ابو یوسف یک انسان با انصافی بوده در حدیث. ابو یوسف میگه صحبت ابا حنیفه 17 سنه. میگه من با ابو حنیفه بودم 17 سال. هلال الرأي میفرماید که ابو یوسف يحفظ التفسير ويحفظ المغازي وأيام العرب وكان أحد علومه الفقه. میگه ابو یوسف تفسیر حافظ بود، در تفسیر، در علم غزوات حافظ بود و ایام عرب و تاریخ بسیار خوب میدانست و علم فقه یکی از علومی بود که او میدانست. بعدا امام ابن المديني که شیخ امام بخاری است میفرماید ما اخذ على ابي يوسف الا حديثه في الحجر ما اخذ على ابي يوسف الا حديثه في الحجر وكان صدوقا. میگه هیچ ایرادی از ابو یوسف گرفته نشده جز در یک حدیث و اون صدوقا، میگه بسیار راستگو بود. یحیی ابن یحیی تمیمی میفرماید من از ابو یوسف شنیدم هنگام وفاتش که میفرمود کل ما افتیت به فقد رجعت عنه. میگه هر چیزی فتوا به آن فتوا دادم از آن برگشتم الا ما وافق الكتاب والسنه، جز چیزی که موافق کتاب و سنت باشد. و در لفظ دیگر الا ما فی القرآن واجتمع علیه المسلمون، مگر آن چیزی که در قرآن است و مسلمانان بر آن اجماع دارند. بعدا کلام های مطالب قشنگی دارد. امام ابن عدی عالم جرح و تعدیل میگوید لا بأس به، یعنی مورد اطمینان است. امام نسائی میفرماید ابو یوسف ثقه است که امام نسائی متشدد است. ابو حاتم میفرماید حدیثش نوشته میشه. میگه هنگامی که ابو یوسف وارد بصره شد با هارون الرشید، فقها و محدثین جلو در او جمع شدند، فاشرف علیهم، بر آنان خارج شد، وارد شد و قال انا من الفریقین جمیعا، فرمود من از دو گروه هستم، هم فقیه هم محدث، ولا اقدم فرقه على فرقه، و هیچ کدوم بر دیگری برتری نخواهم داد. به همین خاطر میگه وكان قاضي الآفاق ووزير الرشید وزميله في حجه. میگه ابو یوسف قاضی بالاخره آفاق بود، یعنی قاضی القضات کل بود و وزیر هارون الرشید بود و همراه او بود در حج. و امام محمد بن شجاع میفرماید حسن بن ابی مالک میگوید من از ابو یوسف شنیدم میگفت لا نصلي خلف من قال القرآن مخلوق، کسی که بگوید قرآن مخلوق است پشت سر او نماز نمیخونیم. ولا يفلح من استحلى شيئا من الكلام، و کسی هم علم کلام را برای نزد او یعنی آن را بپسندد، ما چنین کسی رستگار نخواهد شد. میگه ابو یوسف از نظر علمی بجای رسید که دیگه بالاتر از آن نیست. و کان الرشید یبالغ فی اجلاله، هارون الرشید در احترام او زیاده روی میکرد. محمد بن سعدان میگوید ابو سلیمان جوزجانی گفت به ما گفت من از ابو یوسف شنیدم میگفت یک بار بر هارون الرشید وارد شدم، در دستش 2 دره بود که آنان را انگار 2 کیسه در دست داشت و آنان را با هم بازی میکرد. گفت آیا از این قشنگتر دیده ای؟ قلت نعم یا امیر المؤمنین، بله دیدم. قال وما هو؟ قلت الوعاء الذي هما فيه، فرمود همون ظرفی که آنها در آن هستند از آنها قشنگتر هستند. میگه اون هم 2 کیسه که پر از دینار بود بالاخره برای من به من انداخت، فرمود برای شما. و این بوده که میگویند درباری بوده. درباری چون قاضی القضات بوده، وزیر هارون الرشید بوده. این 2 شخص بزرگوار که عالم ترین علمای یعنی شاگردان امام ابو حنیفه بودند.
پس ابو یوسف در روز پنجشنبه 5 ربیع الاول در سال 182 وفات یافت. رحمه الله.